ششمقام ژانری مرکب است، نه هر نفر میتواند در این ژانر موفق شود. السلام علیکم هواداران عزتمند، تماشاگران همیشگی برنامه‌های جالب و شوق‌آور شبکه بهارستان. این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان است. منظور شما اطمینان دارم برنامه نوبتی ما بسیار جالب و شوق‌آور خواهد بود و اطمینان دارم که یک لحظه خوب و خوش با هم خواهیم داشت. من می‌خواهم که با قرصک اشتراکچیان با یک صمیمیت دعوت بکنیم مهمان برنامه نوبتی را، هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیموف. مرحبا. سلام علیکم. سلام شما. خوش آمدید به برنامه در مهمانی تلویزیون در این فضای بسیار زیبا. یک صحبت خوب، خوش، یک صحبت اختصاصی و شاید یک معلومات میشه برای نفرانی که میخوان این سمت رو، این کسب رو، این رویه رو انتخاب کنن مثل شما. یک درس برای اونها خواهد بود. خوش آمدید. مرحبا. سلام باشید. تماشاگران عزیز، بعد از چند لحظه میگذاریم به قسمت سوال و جواب با شبکه بهارستان. البته ما میدونیم که ژانر ششمقام این یک ژانری هست که واقعا هم بسیار یک طلبات مخصوص رو از هر یک نفر، از هر یک سرانده طلب میکند و عموما هر نازکی که در این ژانر هست اگر ما اون رو رعایت نکنیم یعنی میتواند یک نوجوری هنگام خواندن به میان بیاید که این رو البته متخصصان میتوانند زود احساس بکنند. خب کی یا چی سبب شد برای انتخاب ژانر ششمقام؟ تشکر. اولا من سلام عرض میکنم به تمام تماشابینان تلویزیون بهارستان و مخصوصا به برنامه‌ای که بسیار دیدنی هست، بسیار جالب است و امروزها بسیار خوشنود و خوشحال هستم که در اینجا بسیار طالب علمان با ذوق و صاحب استعداد رو میبینم و باشد که در آینده شاید از درون آنها نفری پیدا می شود که در جاده صنعت می رود، در جاده موسیقی سنتی می رود و در آینده در آزمون‌های جمهوریوی و بیرون از کشورمان نیز یک غالبیت‌های خوب رو به دست آورده می‌تواند. می‌دانید استادان ما رو چنین تربیت کردند. ما هم مثل اینها طلبه بودیم، در مکتب می‌خواندیم. من یاد دارم در مکتب میانه معلم اولی من روانشان شاد باشد محبت خان همون مهارت سرودخوانی من رو در یکم روز سنجیدن، گفتن که همین طلبه رو من به دیگر صنف نمی‌دهم، زیرا که همه صنف‌ها پر بودن. تنها پدرم یک روز خواسته بودند که امروز اقلا ایستاد من پگاه می‌بیام به دیگر معلم میگذارم. تا پگاه معلم ما رو همه طرف سنجیدن، هم حسن خط رو، هم خواندن رو، هم شعرگویی رو و حاضر اینها رو دیدم. من به یادم آمد دوره طلبگی خودم. خواندید بعد شما رو نخواستند که با یگان صنف دیگه؟ بله، یک سرود خواندم اونجا زمزمه کردم. سرودی استاد مرادبک نصرالدینوف بود. دریغا ما دری پیرم دریغا چراغی بخت و تقدیرم دریغا. این سرود رو خواندم، بسیار به معلم پسند اومد. بعداً گفتن که این در صنف من میخواند و هر درس ما رو خواهش میکردن که همین سرود رو خوانم. تمام همصنفان هم این سرود رو از خود کردن و در چهاربینی‌های مکتب اشتراک میکردیم. بعداً بعضی همصنفا جوره های من میدیدن انا مادر آمد، انا ششمقام اومد، ما رو مذاق هم به طوری میکردن و همین طور به دنیای صنعت وارد شدیم، به دنیای موسیقی سنتی وارد شدیم. البته در محیط خانوادگی نیز از پدرم بسیار سرودها رو از خود کردم. استادان در این جاده بسیار به من کمک کردن. کدام قشر جامعه زیادتر به ژانر ششمقام توجه دارند؟ میدونید عموما ششمقام من فکر میکنم هر نفری که میخواهد صنعتکار شود، سراینده ششمقام یا نوازنده ششمقام شود و در انمو محیط تربیت یافته است، در آینده حتما وای وظیفه خود رو ادامه میکند، یعنی که در این سمت کار خود رو ادامه میدهد و بعداً در دلخواه مثلا منطقه امروز میروید یکی شنونده موسیقی ششمقام است، یکی شنونده موسیقی سنتی فلک است. این از هر یک خواهش و ذوق مردم وابستگی دارد، این رو مجبور کرده نمیشود. یک شعر بسیار خوب است، عکسی رو خط ای عکسی رو خط جان دی نه بله به چهار مثل همین سرود از زمزمه میکنیم و بعدا میذاریم به قسمت سوال‌های اشتراکچی برنامه. ای عکسی رو خط جان دی هدای نی دل را چون معجزه عیسی.
ای عکسی رخ جام دی هدای نی دل را چون معجزه عیسی توتی شده حیرانی سخنهای تو جانا با آن لب گویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفیغان شد نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بری تماشا نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بری تماشا سلامت باشید. بهترین. خب این لحظه اشتراکچیان ما وابسته به ژانر شش مقام وابسته به فعالیت شما سوالهای خود رو آماده کردن و چند سوال این اشتراکچیان رو میشنویم تماشاگران عزیز و بعدا یک سوال بسیار جالب رو پیشنهاد شما میگردونیم. مرحمت کی سوال دارد؟ با چه گونه حسیات شما بر روی صحنه میبرید؟ البته صحنه برای هر یک صنعتکار جای مقدس است و من فکر میکنم تا صحنه برآمدن مسئولیتی بلند است. وقتی که نزد تماشابی میبرید سرود میخونید فکر بسیار حسیات بلند است، یعنی که باید شعر رو فراموش نکنید، باید آهنگ رو با تمام انمون جذابیتش به شنونده رسانیده توانید تا اینکه شنونده رو تسخیر کند. همون کفکوبی میکنن برای چی؟ با اون خاطر که سرود شما پسند است، آواز شما پسند است، نوازش شما پسند است، یک نالیش، یک درد، یک حسیات دارد که شنونده رو به ذوق میبرد، به وجد میبرد، کفکوبی میکنند، از جای میخیزاند. این صنعت است، این هنر است. سلام باشید. بهترین. مرحبا. سوال نوبتتون. صنعت قربانی را میطلبد میگویند، شما این را چگونه شرح میدهید؟ بسیار سوال نغز است، خوب است و من فکر میکنم تمام صنعتکاران در حقیقت همین پیش از همه قربانی برای همین کسب انتخاب کرده شون، زیرا که از بسیار چیزها گذشت میکنید. پیش از همه آداب خوب داشتن، رفتاری خوب داشتن، در صحنه نمونوی هنرنمایی کردن که شنونده از شما الهام گرفته تواند. هیچ وقت غمگین نباید، گرچند شما بیمار هستید، گرچند شما ناتاب هستید، گرچند شما شاید عصبی هستید، لیکن به شنونده همه این چیز رو باید پوشیده نگاه دارید. باید یک تبسم زیبا، با یک نگاهی گرم همچنین سرود خوانید که دل شنونده از شما گرم باشد. توسط موسیقی، توسط آهنگ، توسط سرود دلش به زندگی گرم باید باشد. بسیار از چیزهای مثلا خوردنی پرهیز میکنید، این هم یک نمودی وای هست. مثلا آبی سرد ننوشیدن، چیزهای مثلا بادناک و مثلا برای آواز اون چیزهایی که ضرر میکنن آخر که از این چیزها دست کشیدن، همه این چیز برای منفعتی خودی همون صنعتکار است و من فکر میکنم تمام همین نازکی ها رو از خود کرده، در خود خوب نگاه داشته بالای صحنه هنرنمایی کنید، حتما هنرتان، استعدادتان قابل قبول می شود و هر جایی که هستید با یک دل گشاد، با یک چهره گرم هنرنمایی خواهید کرد. در عائله شما غیر از شما یگان نفر دیگر صنعتکار هست؟ در عائله ما همه سرود میخوانند، همه نوازنده هستند. فرزندان من در جاده صنعت هستند. دخترچه من سال گذشته مکتبی میانه مخصوص جمهوری موسیقی به نام زیادالله شهیدی را ختم کرد و امروزها همچون موسیقی شناس در کورس دوم در کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستارov تحصیل میکند و فرزند در ژانر شش مقام در کاتدرای تاریخ و نظریه درباره تاریخ موسیقی عموما سر و کار دارد و پسری کلانی من بوی محمد نیز بسیار سرودخوانی را دوست می‌دارد. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرد و البته من فکر میکنم در آینده جایهای نمایان خوب رو اشغال خواهد کرد و دیگر فرزندانمون نیز بسیار صنعت را دوست می‌دارند. خودی پدرم در خانه پیوسته سرود می‌خواندن. ما مثل شما بودیم، از شما نورستر با کودکتر جوانتر بودیم، ما رو طریق سرودخوانی مشق می‌کنوندن پیوسته. همون یک اون وقتا ماگنیتوفون میگویم، رمانتیک بسیار معمول و مشهور بود، کاست بود، اون وقتا فیته ها بود. انا همون هر یک ثبت نوی که پیدا میشد از همون مغازه های دکان های فیته فروشی دسترس میکردن، آورده به ما شعرهایش رو نویسنده از یاد میکنوندن، توسط انا همون ماگنیتوفون برابر سرود میخوندن. انا همین خیلی به دنیای صنعت ما وارد شده. سلام باشید. من فکر میکنم که
مهر و محبت زیادی استاد بای محمد نیاز بود که شما فرزند خود رو بای محمد گذاشتید. بله من تشکر. من در وقتی که در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов در فاکولته صنعت تحصیل می‌کردم. استاد من شادروان بای محمد نیازов بودن و روزی نبود که هم در درس مثلا درس رو تمام می‌کردن حتما ما رو به خانه‌شان دعوت می‌کردن. دائم ما با هم بودیم. بسیار از سرگذشت‌هایشان که در دوران جوانی شده گذشت با استادان بزرگ سر و کار داشتند. ثبت‌های آنها رو می‌گذاشتند و به من نقل می‌کردند این سرودها رو آماده کنید، اینها رو تیار کنید. بسیار نصیحت و پندهای استاد رو من گرفتم و بسیار نیز دوست می‌داشتم. وقتی که فرزند پسر کلانی ما به دنیا آمد با روزگی پدر و مادرمون ما نامش رو بای محمد موندیم و تا امروز من کوشش میکنم در کجایی که نباشم همون سرودهای ماندگار استاد بای محمد نیازов رو زمزمه میکنم، زیرا که ببینید ای جان من اسیرت، ای عمر من فدایت، بسیار سرودها در حقیقت ماندگار است، دلرس است. یعنی که در دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا، یا سرودی گفت که هر دو بله غریبی است. بله بعد صاف کن آینه دل گوهری یک دانه باش. سلامت باشید. بهترین تماشابینان عزیز این لحظه سرود رو یک جا تماشا میکنیم، شیروشیان کمتر شادی میکنم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. با شبکه بهارستان بمونید. سرود رو با قرصک ها پیشواز میگیریم. مرحمت. در برم نشسته دل از تو برگرفته، صد برگی باقی عمرم رخساری تر گرفته، صد برگی باقی عمرم داد رخساری تر گرفته، در پنجه ای شادی در پنجه‌ای وصالت دل می تپد به شادی، شکرانه ای اسارت که بحر و بر گرفته، شکرانه ای اسارت که بحر و بر گرفته. شب ستاره باران از محشر گرفته، از شب ستاره باران از محشر گرفته. همچون سبای سر
тамошобинони азиз, идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. манзури шумо воюдрас мешавад. меҳмони барномаи навбатии мо ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Хуршед Иброҳимов. бори дигар хуш омадед ба барномаи мо. бозам саволҳои иштирокчиёнро мешунавем. марҳамат, аз ин тараф ки суол дорад? чӣ чиз метавонад шуморо аз санъат дур кунад? ман фикр мекунам ман аз санъат аллакай дур шуда наметавонам, зеро ки бо ин мусиқӣ ман ба воя расидам. имрӯз тавассути ин мусиқии ниёгон, шоҳасари ниёгонамон шашмақом ҳам дар дохили ҷумҳуриямон дар тамоми чорабиниҳои фарҳангии кишвар бо як масъулияти баланд ҳунарнамоӣ мекунем ва имрӯзҳо бисёр ифтихори баланд дорам ки дар ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият дорам. саломат бошед. як ҳунарманд, як сароянда бояд чӣ гуна зиндагӣ дошта бошад, чӣ гуна шароит дошта бошад ба фикри шумо? мисли санъат ман фикр мекунам. акун ман медонед худро масалан дар дунёи санъат то имрӯз дарёфтам. тамоми ҳунармандону устодоне ки дар ҳақиқат соҳибкасб ҳастанд, касби худро дӯст медоранд, истеъдоди нодир доранд, ба тамоми давлатҳои дунё сафарбар карда шуда истоданд. ин дилгармӣ аст, ин дӯстдоштан аст. ман фикр мекунам ана ҳамин санъат моро намегузорад ки як лаҳзаи хомӯш бошем ва ҳама вақт кӯшиш мекунем ки як таронаи ҷаззоб, як шеъру сурудҳои ҷадидро манзури тамошобинону шунавандагон кунем. дар ҳар гуна ҳолату шароиту имконият бояд ҳамеша паи эҷоду паи омӯхтану паи масалан такмил бояд буд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. марҳамат, саволи навбатӣ. барои чӣ шашмақомро шоҳи дигар ҷанрҳо мегӯянд? ана ҳамон тарзи сохтори оҳанге ки дар шашмақом ҳаст, ҳар як мақом ана ҳамон пардаи худро дорад, яъне ки намудҳову авҷҳои худро дорад. фарқият дар ана ҳамин аст ва дар ҳар як мақом авҷҳои ба худ хос мавҷуд аст ва устодони мо тавонистанд ана ҳамин авҷҳоро дуруст истифода карда ва ба шунаванда ҳамчунон расонидаанд ки то ба имрӯз шашмақомро шоҳасари асарҳо мегӯянд. фарқи жанри шашмақом аз дигар жанрҳо дар чӣ аст? дар шашмақом ду сохтор аст, яъне ки аввал қисмати мушкилот аст, унҷо фақат танҳо навозиш аст, якчанд асарҳоро дар бар мегирад ва баъдан вақте ки тамом шуд масалан қисмати овозӣ сар мешавад. қисмати овозӣ низ дар баробари худ ба ду қисм ҷудо мешавад ва ҳам насрӣ ва ҳам савту амалҳо мегӯем. тарзи сохтори оҳангҳо гуногун ҳастанд. биёед ман ба шумо муфассал гап занам ки шашмақом дорои 6 мақом аст. мақоми рост, наво, бузург, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ. 6 то мақомро дар бар мегирад. метавонем нишон бидиҳед? бале, дар пардаҳои мақом масалан ана ин дар тамбур пардаи до аст. ана ҳамин парда аз ҳамин парда мақоми рост шурӯъ мешавад. соқӣ ба нури бода барафрӯз ҷоми мо мутриб бигӯ ки кори ҷаҳон шуд ба коми мо. ин бо матни хоҷа ҳофиз аст ва фикр мекунам дигар мақомҳо низ дар пардаҳои худ масалан иҷро карда мешаванд ва чӣ хеле ки анамун нозукиҳо мегӯем, нозукиҳо анамун сохтори оҳанг аст. масалан дар мақоми рост сархат, миёнхат, дунасра, намуди рост, авҷи рост ва намуди муҳайяр, чоргоҳи муҳайяр, авҷи муҳайяр истифода карда мешавад. дар дигар мақомҳо низ ана ҳамун сохтори оҳанги худаш аст. фарқият дар ана ҳамин аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, як суруд доред дар жанри эстрада аст, ман агар хато накунам, бо номи дар ин гулшан ба қадри зинда будан дӯст бояд дошт, ки шахсан ҳамин суруди дӯстдоштаи ман аст ва ҳар гоҳе ки агар фурсати хулигӣ пайдо кардам ҳатман ҳамин суруда ман гӯш мекунам. бе 4 мисра бо ози зинда замзама мекунем ва ҳамин суруда якҷоя тамошо мекунем. در این گلشن به قدری زنده بودن دوست باید داشت. در این گلشن به قدری زنده بودن دوست
باید داشت. به حق یک نفس فرخونده بودن دوست باید داشت. جهان زیبا زمان زیبا زمین و آسمان زیبا چو خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. چو خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. شما اوجها رو بسیار خوب میگیرید. بیاید اوج قسمت سوم رو میخونیم. با چشمی بد اگر بینی روخی آینه پرداغ است. انا خیلی میرادم. تماشابینان عزیز، همین سرود رو یک جای تماشا میکنیم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه باوریستان میمونید. مرحمت. در این گلشن با قدری زنده بودن دوست باید داشت. در این گلشن با قدری زنده بودن دوست باید داشت. به حق یک نفس فرخونده بودم دوست باید داشت. جهان زیبا زمان زیبا زمین و آسمان زیبا چو خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. چو خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. هزاران سال شد گل پیش بلبل ناز می‌ورزد. چو گل بهری دمی پرخنده بودن دوست باید داشت. زمستان را زمانی رفتنش شکرانه میگویند. برای چون بهار آینده بودن دوست باید داشت. برای چون بهار آینده بودن دوست باید داشت. چشمی بد اگر بینی روخی آینه پرداغ است. دلت با نور نگاهنده بودن دوست باید داشت. محبت نامه ها ای آذرخش از هر چی بسیارند. محبت نامه ها ای آذرخش از هر چی بسیارند. برای عشق را ارزنده بودن دوست باید داشت. برای
ارزنده بودن دوست باید داشت در این گلشن به قدری زنده بودن دوست باید داشت. ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان است. خسته نباشید تماشاگران عزیز. و این لحظه سوال‌های نوبتی رو میشنویم از جانب اشتراکچیان. ما مقام میگوییم. خودی مقام چرا افاده میکند؟ خودی مقام معنایش مکان است، زیست است. یعنی که همین 6 مقام چخیلی که در بالا گفتیم در دسته تنبور تولید شده است و هر یکی مقام ها پرده های خود را دارد. 6 مقام یعنی که 6 مقام جایگاه خود را دارد. عموما توسط تنبور، دوتار، دایره، ستا، غژک و دیگر اسباب‌های موسیقی نیاگان اجرا کرده می شود، نواخته می شود، منظور تماشابین گردانده می شود. در کودکی تو همون 6 مقام رو ذوق داشته؟ سلامت باشید. ما وقتی که مثل شما مکتب خان بودیم در شهر کنیبادام انسامبل نورسان 6 مقام خوانانی به نام بوی محمد نیازوف تشکیل شده بود و اونجا ما شامل شدیم. وقتی که مکتب موسیقی من همچون رباب نواز تحصیل میکردم یک رفیق ما پیوسته آماده در دست اشتراک میکرد و همون وقتی که آموزگار استاد مشق رباب رو میداد اثر رو مینواختم و در برابر نواختن وقتی خالی شدن سرود زمزمه میکردم و یک رفیق من آماده گفت جای تو یک جایی هست که من اونجا میبرم تو پیوسته سرود میخونی. گفتم کجا باشد؟ گفت من تو رو حتما اونجا میبرم و روزی شد برنامه شعبه فرهنگ شهر کنیبادام گرفته رفت و برنامه انسامبلی که در بالا قید کردم اونجا همه سراینده ها مثل شما جوانان هم دخترها بودن هم پسران بسیار یک با ذوق بلند سرودهای پارچه‌های 6 مقام رو از خود میکردند. آموزگاری ما اونجا شهرت جان ارگشف بودند و اولین سرودی که من 6 مقام رو از اونجا آموختم با نام فروغ مستعزات نوا است. نوبهار آمد گلستان از پی نشعون ماست نوبهار آمد گلستان از پی نشعون ماست غنچه خوسپانی چمن را غنچه گل متکاست. این سرود رو اولین بار من از استادم یاد گرفتم از استادم منمون شهرت جان ارگشف و ثبت کرده این طریق تلویزیون با نوار هم گرفتن و تا حالا در همون بایگانی تلویزیون هست بعضا نمایش میدن. من اون در رو یاد میکنم مثل شما جوان. دوست رو از دشمن با کدام خصلت‌هایشان شناختن ممکن است؟ تشکر. من فکر میکنم اون جایی که ما از صدق خدمت میکنیم برای مردم و در کدام جاده‌ای که نباشد کسب خود را دوست داشته زحمت میکشیم و صادقانه خدمت میکنیم به وطن خود، به مادر خود، به اهل عائله خود، به عموما به مردم عزیز خود، فکر میکنم اون وقت دشمنی از بین میرود و من دائم در آن فکر هستم که ما همه وقت دوستان زیاد داریم و آرزو دارم که هیچ نفر دشمن نداشته باشد. تشکر برای شما. برای به دست آوردن هنر شما چی رو از دست دادید؟ بعضا می شود در خانه یگان کمبودی دارید، مثلا عموما یگان تنقیصی دارید، مثلا هم جهتی مولوی نمیدونم بسیار چیزها رو پسی سر میکنید و دنبال هنر میشوید تا اینکه برای موفق شدن فقط شما یک نقشه دارید. من باید به صحنه برم، من باید شنونده رو شاد کنم، من باید سرودی نو اجرا کنم. بیاید این لحظه یک سرود شوخ پیشنهاد کنید. ما میدونیم که شما در ژانر 6 مقام بسیار موفق هستید، اما اگر سرودی شوخ در ژانر استرادا یا دیگر ژانر عموما میتونیم پیشنهاد کنیم؟ بله چرا نه؟ سرودها بسیار هستند. از حکیم سنایی یک سرود آهنگ کرده بودیم در کنسرتی که سال 2021 در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد شریف جوریف داده بودیم، اونجا نیز زمزمه کرده بودیم. تشکر. دلبری من عین کمال است و بس، چهره وصل جمال است و بس، بر سری کوی غمی اومد را هرچی نشان است و بال است و بس،
بر سری کوی غنی و مرد را هرچی نشان است او بال است و بس. خیلی سرودا هستم. سلامت باشید. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز، همین لحظه ها باز یک سرود دیگر رو یک جای تماشا میکنیم، شادی میکنیم، خرسندی میکنیم، میرقصیم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. برنامه ما ادامه دارد در جالب ترین قسمت ها. جهان ملکی در پیدا ای شوخی پریزاد حسین گل تابل دی جهان ملکی در پیدا ای شوخی پریزاد سعودی یعنی عشقی باش ما کلفت سودا قلقل انگه فریاد دلمم نصفه دادم دین ناز فنیده ای گزلر شهلا قلدين من برباقش لا وسنين شيدا جلوة كل بيجاو ليلي لشيرين شوي مزيار مرامة نرزر لحظة من برلقة چانتين قول رشق اجرى جهان ده مجنون لفرهاد من برلقة چانتين قول رشق اجرى جهان ده مجنون لفرهاد در دست من یک شعر است و یک بار من این شعر میخونم. کو دوست که قدر یاری همدم داند، کو غمزده که قیمت غم داند. آدم زی کجاست، خاک آدم زی کجاست، آدم باشد که قدر آدم داند. و همین شعر من به شما میدهم و خواهش میکنم که یک آهنگ مانید و همین خوانید برای ما با همین اسبابی که در نزدتون است. مرحمت. کو دوست که قدر یاری همدم داند، کو غم زده که قیمتی غم داند. آدم زی کجاست، خاک آدم زی کجاست، آدم باشد که قدر آدم داند. آدم باشد که قدر آدم داند. سلامت باشه. بهترین این از سوالهای نوبتی رو میشنویم. مرحمت. توجه فرزندانتون به کسب شما چگونه است؟ تشکر. فرزندانی من نیست مثلا سرودهای استرادی و عموما سرودهای امروزی پاپ رو گوش میکنند و در برابر این چقدر که ما در خانه تمرین میکنیم سرودهای کلاسیکی پیوسته ثبت‌های استادان رو من گوش میکنم. فضل‌الدین شهاب و شاهنظر صاحب و بقول فیض‌الله و احمد بقول و برنا اسحاق و شایسته مولاجان و تخته ابراهیم و بای محمد نیاز و معروف خواجه بهادر و دیگر استادان.
آنها نیز ذوق دارند. مثلا بعضا روزا میشود هنگام اسکار من خانه در آمده میروم، درام میکشم میبینم که سرودی برنای ساقو یا اینکه سرودی شایسته مولا جان رو گوش کرده ایستادن. سلام باشه، تشکر برای شما. مرحمت. یک سراینده باید چگونه باشد که تا میان مردم محبوب شود؟ تشکر. برای محبوبیت پیدا کردن البته زحمت هست، مهنت هست. اون نفری که پرطاقت است، با صبر است، البته در جاده انتخاب کرده کسب خود موفق خواهد شد. نوگانی را جستجو کردن انسان را، هنرمند را به محبوبیت نزدیک میکند و در جاده انتخاب کرده خود موفق و کامیاب خواهد شد. سلام باشید. خب مرحمت، سوال‌های نوبتی رو میشنویم. توجه جوانان به این ژانر چگونه است؟ توجه جوانان مخصوصا به ساحه موسیقی سنتی نیاگان، شش مقام و فلک بسیار زیاد است، زیرا که ما مشاهده میکنیم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستارov، همزمان در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده و در انسامبل های دولتی امروز جوانان کار و فعالیت دارند، پیوسته از استادان میآموزند، دلگرم هستند، یعنی که جوانان زیاد هستند و میخواهند در آینده ادامه دهنده موسیقی سنتی نیاگان باشند. شش مقام را از استادان گذشته و امروزه خوب و گوارا به طوری باید و شاید از خود کنند. بعضی ها صاحب کسب هستند، اما هنگامی که ما به مهمانی دعوت میکنیم کسبی که آنها دارند به جوانان، به فرزندان، به دیگران آن رو توصیه نمیدهند. سبب در چی است؟ نمیدونم، لیکن باید در کدام کسبی که نباشید، در کدام ساحه‌ای که نباشید باید شاگرد تربیه کرد. من میدونم در هیچ گاه از یاد نمیبرم هنگامی که ما دانشگاه رو ختم کردیم بسیار خرسند شدیم، دیپلم رو به دست گرفتیم، گفتیم اکنون تمام ما دانشگاه رو تمام کردیم. شادروان استاد زنده‌یاد با محمد نیازов گفتن حالی کار رو تمام نکردید. همه ما ختم کننده حیران با چی مونده باشد؟ 5 سال تحصیل کردیم، دیپلم گرفتیم، ما باید کار و فعالیت کنیم. وظیفه اساسی شما در پیش است. خیلی که استادان ما رو به چنین روز آوردن، ما رو تربیت کردن، باید شما نسل جوان رو تربیت کنید. امروز وظیفه هر یکی ما هست، آموزگارا هست. خیلی که استادان ما رو سبق آموزوندن، از این دنیای صنعت با خبر کردن. ما نیز در نوبت خود به همین نسل جوانان، با اونهایی که در حقیقت صنعت را دوست می‌دارند، در دلشون انمون شعله‌چه مثلا یا آتشه که انمی صنعت وجود دارد آن را زنده کرده، منظور تماشابین کردن وظیفه هر یک آموزگار و استاد است. سلامت باشید. تشکر برای شما. تشکر برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، با برنامه ما مهمان شدید. من باور دارم از صحبت شما اشتراکچیان ما تماشاگران شبکه بهارستان یک جهان معلومات، یک جهان معنی گرفتند. دوستان عزیز، به همه نفرانی که این لحظه ما رو تماشا نموده ایستادند با شما سعادتمندی و اقبال بلند رو آرزومندیم. ما هیئت ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیونی کودکان و نوارسان بهارستان کوشش میکنیم واقعا هم ارزنده ها رو به برنامه دعوت کنیم. در انجام برنامه قرار داریم و در انجام یک سرود دیگر رو برای شما پیشنهاد میکنیم، اما ما با شما اینجا تا برنامه آینده خیر خوش میکنیم. خیر، خداحافظ دوستان عزیز. به هر یک پاره این کوه ساران عاشقم، چون گیاهی تشنه بر ابری باران عاشقم. کوه بساط و سنگ بالین ماندم، اما چی بار رسم این کوه پایه را چون زنده داران عاشقم. رسم این
زنده داران عاشقم. انتظاری های دهقان را بهاران عاشقم. دیدم دوزد سحر اول بروی آسمان داده. انتظاری های دهقان را بهاران عاشقم. بر شما ای پیر و برنا خاکساران عاشقم. کوهساری تنگ را دامن فراخی از شماست. بر شما ای پیر و برنا خاکساران عاشقم. من به هر یک پاره این کوهساران عاشقم. چون ابری باران عاشقم. چون زنده